دکتر فشارش پست می شود. همشیره زود انترپین دهید. حاضر آقای عمر. غم نخور سرما، انشالله احوالش خوب می شود. احتیاط نمایید. خدایا با ما کمک کنید. شد. حاضر به احوال پیشترش برمیگردد. فکرم مایلش اکنون انتظار می شویم. ما کاری از دستمون آمده را کردیم. دیگرش در دست خداست. تو اگر خواهی رفته دم گیر. نه، من در همینجا میمانم. مایلش. پسرم. چرا نه؟ البته آن روز نتوانستم. امروز داده میتوانم. خود به خود چی گپ میزنی پسرم؟ هیچ مادر، گلها را دوست میدارم. گلها را؟ خدا جان راست فرزندانش نگیر. التماس. او دخترم، او دختر یگونم. الله اکبر.
خدا رحمت کند، جایش جنت باشد. رحمتی پدرت آرزو داشت که فرزندانش با اخلاقی خوب تربیت یابد. برای این من او از دستم آن چیزی که آمد کردی. شکر خدا از هر دویتان راضیم. باوری دارم که اگر پدرتان زنده می بود از شما راضی می شد. به تو دخترم یک نصیحتی مادرانه می کنم، فرزندانت را خوب تربیت کرده به وای رسان. حضورشان را می بینی. در قرآن کریم 3 چیز با 3 خصوص فهمانیده شده است. اگر یکی اش را نکنی دویمش قبول نمی شود. اگر به پیغمبر اطاعت نکنی به خدا اطاعت نکرده حساب می شود. اگر زکات مال ندهی نماز قبول نمی شود. اگر مادر به پدر فرزندهایش شکر نکند به خدا هم شکر کرده نمی تواند. به فرزندانت این را فهمان دخترم. خز از جایت. چی شد؟ با من بیا. خز راه گرد گفتم. راه گرد پیش درو. کنی درو به اینجا. درو نگاه کن پسرم رو بچه احوال آوردی. همین رو خواستی، همین رو کاری کردهت شد. خانه‌اش رو ویران کردی، کودکانش رو پریشان کردی. در راهی مرگ است، نفهمی؟ در راهی مرگ. حتی فرزندهایش در این خیل احوالش رو دیدن نمیخواهند. اکنون آرام شدی ها؟ آرام شدی با تو میگویم آرام شدی. یانگا بس شد، تمام رفتیم. آرام شد. رفتیم. دعا کن که در این صدمه تو گناهگار نباشی. دعا کن که این فلاکت با عیب تو نباشد. دعا کن. رفتیم یانگا جان، رفتیم. علیا گلینی زیبایا. میدونستم که میایی. نگره های شیرینه کنی. من میدونستم که میایی. شوهرم رو خیلی دوست میداشتم. با خیلی خوشبخت بودم. لیکن آن شب فلاکتی روی داد که هر وقتی به یاد میارم موی بدنم میخیزد. آن شب خیلی خرسندانه از کار برآمده به خانه آمدم. جانکم من آمدم. فایق گوش کن چی میگویم جانکم. امشب چی خوراک پختن ندارم. بیا به طرف خانه روی. فایق خدایا. فایق کی رو بخو کرد؟ فایق زلیخا عکس در جوان. زودتر انا آوردم. این آدم مرا کشت. آدم جا میکنم. فایق نموری. جا میکنم. فایق چشم آمد رو بشو. جا میکنم. فایق نموری.
پدر جان خوب است؟ من شما رو خیلی دوست می‌دارم. پدر جان ما رو تنها نگذارید. التماس چشمانتان رو بگشایید. تو هم رفت پسرم، با پدرت گپ زد. مادر جانم، مادر جانم. سادیو خوب در مورد کوه چیکار میکنید؟ اگر گل لازم باشد من جمع میکنم. نه من خودم جمع میکنم. تشکر. سلامت باشید. گلها هنوز خشک نشدند. مرا برای شوهرم را کشتن گناهکار کردند. خیلی گریه کردم، داد زدم، لیکن گناهکار نبودنم را اثبات کرده نتوانستم. شاهدها هم بر ضد من بیاناتی بر دروغ دادند. بعد فهمیدم که سبب همه این آن آدمی در عکس بوده است. آدمی در عکس بوده؟ بله، در عکس بوده. آدم نیو شیطان در قیافه آدم. یاکو میروید. پدرم رو تعیین کردم. کمی بعد بر راه میبروید. زیب نشو. من البته به تو مکتوب مینویسم. من به تو گل میارم. من گل رو خیلی دوست میدارم. خیلی بوی خوب دارد. این خیلی باشه از زود گرفته میارم. شما نرفته میارم. خرسندم از آن که عمر من با همه رنج گر خوش نگذشت باز خوش بگذشت.
میخوای عکس کسی که شوهرم رو کشته حیاتم رو سوزانده است به تو نشان دهم؟ آن را 4 سال باز با خود نگاه میدارم. خدایا، در اینجا مانده بودم. عکس کجا شد؟ کجا شد؟ خدایا، عکس کجا شد؟ آن عکس را از اینجا کی گرفت؟ و شما میگویم لعنتی ها، کی گرفت؟ استاد با شما چی شد؟ خوب هستید استاد؟ من گل را با دست خودم کندم. چی زد استاد؟ اگه چی کار کنیم؟ احوال فکرت وزنیم، باز نمیرد میگویم. این خیلی چیزها رو فکر نکن هاشم. خودت رو با دست بگیر. اگر ما خودمون رو از دست دیم تمامی ویله رو پریشان میکنیم. راستی نمیدانم چرا اینطور شد. انشالله در این فلاکت البته یکم کار خیری هست. رفتیم. پدرم میمیرد. تو گرفتی عکس رو؟ نه دخترم، تو گرفتی؟ نگرفتم. آن عکس رو تو گرفتی؟ از تو میپرسم. من نگرفتم. عکس رو تو گرفتی؟ تو گرفتی؟ نگرفتم. اگر مردن نخواهی راستش رو میگویی تا 3 حساب میکنم. 1 2 شما رو دیگر پدر نمیگویم گفته بودم، لیکن مردنتون رو نمیخواستم. شما باید زنده مونید پدر. اگر زنده مونید شما رو گپ‌های پس نمیگویم. اگر مرا رنجونید هم نمیگویم. وعده میدیم. التماس ما رو تنها نگذارید پدر. شما رو خیلی دوست می‌دارم پدر جان. شما رو خیلی دوست می‌دارم. التماس ما رو تنها نگذارید پدر. تنها نگذارید. سربان پدر. پدر جان. پدر از چشمانش با کشد ضربه. زود با اکای عمرت خبر ده. زود مایلش مادر جان. زود را مایلش. در کجایی؟ کار دارم. فکرت به هوش آمد. میایم باز به یگانجا نروی. مایلش تو رو در اینجا انتظار میشم.
ایستا ایست رویا من با تو پول آوردم رویا ایست از آمدنت خیلی خرسندم امری. با شما میخواستم خبری خوش دهم، لیکن خیلی احوالش بدتر شده است. التماس خودتون رو به دست گیرید، خود را از دست ندهید. پسرم میمیرد عمر. نه ینگا، خطر رو گذرانده است، لیکن از آسیب ستون مهره هیچ وقت راه گشته نمیتواند. تمام عمرم خیلی میماند. این خیلی گفتن نمیخواهم، لیکن یک چند وقت انیق است که راه نمیگردد. این گلها رو برای من آوردی خوب؟ ها، رفیقم رو با تو شناس میکنم. امری سلام. سلام. چهار روزی دیگر مانده است حرامی. بعد از 4 روز از این حبس میبرایم. جوابی عذابی که به من و به شوهرم داده‌ای میگیری. قسم میخورم تو را به دستان خود میکشم. کوچه به کوچه میگردم، عکس تو را به همه نشان داده تو را مییابم. قسم میخورم که تو را میکشم، تو را نیست و نابود میکنم. آن بیناموسی که حیاتم را سوزانده است. من این آدم رو میشناسم. این تیمور است. بس است، از این بازی بیزار شدم. نمیروی، من به تو پول زیاد دادم. با او دلم میسوزد. نمیبینی احوالش چقدر بد شده است. این خوب است، اکنون به تو محتاج میشود، یعنی وی در اختیار تو است. نه، نمیتوانم. مصلحتمون این خیلی نبود. تو بسیار گپ نزن، مرا به غضب نیار، فهمیدی؟ تو فهم که او باز چه ها میداند. عمر، من فکرت رو دیده میتوانم. البته، برای چی نه؟ نمیرویم تیمور. رفتیم. فکرت خوب استی؟ چه حال داری جانم؟
خانم شیل شما هستید؟ بله منم. خانم شیل باید با ما تا شعبه روید. از شما شکایت کردند. بیایید روید. نمیفهمم. چی شد؟ بپرسم تیمور کی است؟ گفزم. من با فکرم او رو با کسی مانند کردم. دروغ نگوی. تو رو میشناسی. گفزم. کی هستین؟ گفزم. گفزم و تو میگویم خاموش نیست. گفزم. چرا گپ زدن نمیخوایی؟ نه نمیتونم. میترسم چون که حیات خودم میسوزد. مایلش با تو میگویم. گوش کن. سرمه اگر زید نباشی بیا نشسته یکان چیز نوشین. هنوز بر وقت است. تشکر. من الان مایلش میویم. ببخشید آقای تیمور، مرا سر دکتر جیغ میزند. باید روم. رفته حجت که پگاه به انقره میفرستن. امضا کردنم لازم. از سر و سیمگی فراموش کردم. من بیکارم. همراه روم. مایلش. الو سنم. عمر باید به تو یک چیز مهم رو بگویم. به نزدم اومده میتوانی زود بیا. خیلی مهم است. مایلش میایم سلام. یا خدایا چی شده باشد؟ وای مرا سر دکتر جیغ زده است. تو حالا کی میروی؟ بله. هم از نزد فکرت رفتند؟ غیر از ینگه صدیقه همشون رفتند. خانم ایشیل را پلیس برده است. با فکرم کسی از او شکایت کرده است. زندگی انسان را به پستی و بلندی های گوناگون دچار می کند. بعضا انسان به بلندی ها برآمده فریب می خورد. اگر کس در محوری حقیقت دور زند، پستی ها برای او پیچ است. وقتی که کس از بلندی آمده به پستی می افتد، خیلی علم آور است. لیکن بدبختانه کم آدمان از این عبرت می گیرند. زندگی با اسرار خود چنان می گذرد که کس بیخبر می ماند. اگر کسی در این حیات پیش پا خورده افتد، چرا گناهگار کردن لازم؟ راه را یا کسی که راه می رود؟ کسی ظالم با نفسی بدش می خواهد که افتاده رقیبش باشد. اگر آن افتاده در محوری حقیقت باشد، به او چی گفتن لازم؟ حکایه شیطانی درویه را که بین دو دوست داشته می ایستد بسیار نقل کردند. خیانت کردن اگر خرد باشد گناه خیلی کلان است. یک خطای خردی کرده در آینده می تواند بزرگ شود. کسی نمی گوید که خطا خرد بود. مادامی که اینقدر حساس هستی، چرا در دنیا بدی می کنی؟ تخم بدی را در عالم می کاری. چه کسانی سوخته از دردشان سوزن نکنند. این سوال متاسفانه حکایه ناتمام انسان است. نتوانستم پسرم. خیلی کوشش کردم اما نتوانستم. مرا ببخش. مرا ببخش. مرا ببخش پسرم. اما وای شیطان جزایش رو میبیند.
در حبس خانه میپوسد. از او شکایت کردم، با پلیس گفتم. کاظم، تو چقدر با کاظم مانند هستی پسرم. میلش، تو اکنون به نزد مادرت رفت. مادرت رو انتظار است. خالای جمیله، شما رو خیلی دوست می‌دارم. من هم پسرم، من هم. رو خاموش باش، بیهوده دادوایی نکن. اگر آوازت را براری حالت بد می شود. کمی صبر کن، آرام باش. یعنی از من شکایت کردی؟ من فهمیدم که شکایت کردی. غم نخور، نمیماری، تنها عقلت کمی پریشان می شود. حاضر باشد با تو کمی صحبت میکنی. میخوایی برای یک قصه کنم؟ گوش میکنی؟ آرام. در اینجا کاظم و زینب بودند. اپای جمیله خشیمان است آقای کمیسر. او بیماری روحی است. توبت کردن لازم. او همان وقت از همین خیلی شکایت میکنه. بس اکنون بیزار شده. خشم گفته طاقت کردم. بس رفته خلاصه دکتر را گرفته بیارید. آن را به جای عریضه میگذارد. دوامش را سود حل میکند. اطاعت کمیسر. کاظم و زینب خنک میخوردند و برای گرم شدن جای میگفتند. راه گشتند. کاظم دو، زودتر زینبم بیداوه. هوا همینقدر خنک بود که دویده نمیتوانست. به نزد من بیایید. من شما رو با آغوش گرفته گرم میکنم. بگذار من خنک بخورم. بگذار من بمیرم. شما نمورید. ناگاه کلبه را دیدم که از موریش دود میبرآمد. زودتر بدوید. به خانه دروید. گرم میشوید. زودتر. لرزیده به نزد کلبه آمدند. در را کفتند. زودتر دارید. به خانه دروید. گرم میشوید. در را یک آدم گشاده است. بچه ها با آن آدم: امر جان ما خنک میخوریم، ما را به خانه راه دیر گفتند. در را گشایید. فرزندهایم خنک میخورند. لیکن آن آدم راه نمیده. کاظم، زینبم. اگر مادرشان شکایتش را پس نگیرد، به همه کارها دخالت کردن گیرد، آن آدم بچه ها را به خانه راه نمیدهد و بچه ها از خنکی میمیرند. نه در را گشا. بچه هایم خنک میخورند. در را گشا. آنها خنک میخورند. کاظم، زینبم بیایید. با آغوشم. مادرتون را آغوش کنند. من شما رو گرم میکنم. من شما رو انتظارم. بیایید. پدر التماس برگردید. اکنون مادرم رو نرنجانید. خواهرم خیلی گریه میکنم. مادرم خیلی گریه میکنم. شما رو میخواهیم پدر. التماس برگردید. پسرم، اکنون تمام. من خانه دار شدم. باید این رو قبول کنی. برگشته نمیتوانم. این خیلی امکان. شما پدری من شده نمیتوانید. شما پدری من نیستید. سرباد ایستا پسرم، سرباد. فکرت پسرم چی شد؟ مادر، من پای هایم رو ایسته میکنم.
باید رو اشتره کنم مادر. آرام شو پسرم، مادر آرام شو. باید رو اشتره کنم مادر. آرام شو چرا من باید رو اشتره کنم مادر؟ چرا من باید رو اشتره کنم مادر؟ همشیره باید کنم همشیره. آرام شو پسرم. ببخشید. مرحمت. اتاق اپای جمیله کجاست؟ بیایید من نشون میدهم. بیایید بچه هایم، به اینجا بیایید. از بیادم گریزید. کازیمم، زینبم، فرزندهایم، دوید آخر گریزید. کازیمم در کجاست؟ در نزد مادرتون. به نزد من بیایید فرزندهایم، کازیمم، زینب. من رفته دکتر رو خبر کنم. فرزندهایم کجایید شما؟ کجایید؟ سرور توپ رو پرتو. سرور تو چی کار کردی؟ برای چی توپ رو کفیدی؟ تو کی هستی؟ خیز پسرم، با این خیل بچه ها بازی نکن. من به توپی نمیخورم. رفتیم. شیری نکنم. مادرتون رو آغوش کنید. باز خنک نخورید. سخت آغوش کنید. هوا خنک است. کازیم پسرم نلرز. زینبم چشمانت رو کشو. طاقت ندارم دخترم. احوالش در حقیقت خیلی بد است. با این خیلی احوال بیاناتش رو گرفتن مشکل است. از همه مهمش شما خلاصه تشخیص رو به قضیه همراه کنید. یعقوب یکون کار افتکار کردنم لازم. این خیلی نشسته نمیتوانم. با من کمک میکنی؟ میبینم بابا، میبینم. پولی مکتب بچه ها را دادنم لازم. باز خراجات های دیگر من باشم پول ندارم. من میدیم بابا. نه یعقوب، به این هم از تو قرض دارم. اپا این قدر وهمه نکنید. یکون کار میکنیم با شما زحمت نشود. با من کمی آب میدادید. زحمت نمیشود یعقوب. یعقوب با تو چی شد؟ چرا اینقدر غمگینی؟ با من بگوی. هیچ اپا، هیچ. ثروت با این بچه چی شد؟ آقا جان چی شد؟ نرگس از اینجا برو. من وظیفه خونگی با تو گفتم برو. آخر وظیفه خونگی با تو گفتم برو. نرگس ثروت زود از خواهرت بخشش پرس. با کی گفتم ثروت؟ اینجا بیا عزیزم، اینجا. شد تو چرا برای قدر عذاب ببینی؟ شد بس اکنون. تو اگر این خیلی رفتار کنی من تو رو تنها کلان کرده نمیتوانم. من خودم کلان نشوم مادر. ثروت من راحت گذاره. این خیلی گفتنی نبودم. مادر جون با ما چی شد؟ من خودم کلان نشوم. کلان نشوم. بیا شد. بس گریه نکن سنم. گریه نکن. بیا اینجا نشین. ببخش من عمر. چی حال داری؟ خوبم. با یکون چی احتیاج داشته باشی گپ زن. چی شد؟ نام فایق یلماس را شنیده عمر؟ فایق یلماس؟
در اینجا یک زن همراه من نشسته است. میگوید که تیمور خیلی آدم خطرناک است. سلام سرما. به خانه ما آماده میتوانی؟ التماس، این برای من خیلی مهم است. به تو یک گپ خیلی مهم دارم. برای چی خطا میفهمند؟ یکمش این که ما نامزد هستیم. دومش این که تو دکتر هستی. ما آدمان معلومات داریم. اگر بسیار مهم نمیشد من تو را جیغ نمیزدم. سرما، از همه بسیار من میخواهم که تو را غیبت نکنند. آخر تو مرا میشناسی. میتوانی با اعتماد و دلی پر بیایی سرما. من را جیغ نکن. میایی؟ تشکر به تو. تشکر. می آید. کو بیا سرما. عذاب‌هایی که مادرم کشیده است هم باید آن را از سر گذرانی سرما. سرما دلی. زخ نشو پسرم، زیاد میشوی. تیب خیلی پیش رفته است. در تلویزیون دیدم چیزهایی را که تبابت نمی کنند. اپای جمیله به من تهمت کرده است. فهمیدن که دیوانه است، مرا آزاد کردند. به این هم از همه تهمت ها بیزار شدم. فکرت با نزد شاموزاد با ازمیر رو من اکنون کار نمیایم. تو چه میگوی فکرت؟ با من شاموز لازم نیست. آخر من با تو موندم، تو رو انتخاب کردم. میفهمی؟ تو رو فکرت، تو رو دوست میدارم. برای من فکری تو مهم است. اگر همین خیلی یک عمر معیوب مونی هم از تو جدا نمیشم. تو رو دوست میدارم. من تو رو دوست میدارم جانکم. اکنون بعد از این دست و پای تو من میشم. ایشی تو چی حال داری؟ تو هم خوب هستی جانکم. از آمدنتون به اینجا خیلی خرسند شد. من مادر جان، چی شد نرگس؟ باکرم چی شد؟ چرا این تاق میکند؟ نرگس التماس کار دارم. تخوا جان، حاضر میایم جانکم. اکا جان دارویم. دارو پوش. مرا دوست نمیدارد. هیچ کس دوست نمیدارد. این لباس عروسی مادرم بسیار آرزو داشت که آن را پوشد. نپوشیده از دنیا گذشت. مادر بیچاره‌ام این را تا امروز پنهان کردم. میخواهم که تو آن را پوشی. میپوشی؟ من حاضر نی البته. وقتی توی میپوشی میلش. اگر برای شما اینقدر مهم باشد مایش میپوشم. تشکر.
این عکس مادرم. خیلی زنی زیبا بوده است. چرا جوی عکس پدرتون دریده است؟ وای آنها جدا شدند. زنها رو میدانید. مادرم کمی سراسیمه شده است. بله. و تو بسیار میزیبد. بسیار میخواهم که آن را در تن تو ببینم سرما. ببخشید رفتنم لازم. در این موضوع گپ زدن حالا خیلی بر وقت است. مرا ببخشید. اگر شما رو خفه کرده باشم ببخشید. بعد از این به رفتارهای من دقت میدهید. شب خوش. مادر جانم سرما این لباس عروسی را میپوشد و چه عذابی که شما دیده بودید او هم میبیند. همه‌اش را، حتی از آن هم بدترش را. فایقی الماس، فایقی الماس. این نام را از کجای شنیدم؟ از کجا؟ از کجا؟ الو؟ بله خانه علی عددی. پدرم نیستم. برآمدن یگان چطورتنی باشید گپ زدم. من پسرش. کی؟ ادوکات فایق یلماز؟ خب تلفنتون در دست پدرم هست گفتید. مایلش میگویم. بله شما خیر. انا در اینجا. ادوکات فایق یلماز. عجیب. او با تیمور چه علاقه داشته باشد؟ این فرصتی خیلی خوب است برای انیق کردن تو تیمور. اگر کسی خطرناک باشی زودتر تو را آشکار کرده روی آب برآوردن لازم. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوید؟ همش نقد چند کشتی جا ایش چیز. تو برای چه اینجا آمدی؟ من از این مسلوق بیزار شدم. دلم بی‌حضور شد. جایگاه خوبش رو ترک کردی وعده کردم. اگر مثل کودکان در اون رفت شود چیکار میکنم؟ نه از او دست میکشم. گوش کن، مرا به غضب نبیار. آنچه گفتم همان را اجرا کن. برای این طول میگیری. با تو گفتن آسان. او جای خوبش رو افلاس کند و من یک عمر تازه کنم.
خدایا توبه، تو تا دیروز در باطلاق بودی، آوازخانه طربخانه بودی، اکنون به یک عائله با آبروی عروس شده، ننگ و ناموس پیدا کرده ای. تو پولی خیلی کلان میگیری، از این کار دست نمیکشی. کار را که سر کردی آن را تا با آخر بر، بعد حقت را گیر. تو باید پولی مرا زیاد کنی، چون که نگاه بینی کسل پول زیاد طلب میکند. میله، چقدر خواهی میدهم. اکنون رو خوشتا مرا نگاه دارد. خانم سرمه در درون است، چرا میپرسید؟ یگان چی شد مادر جان؟ فکرت رو جواب میدهم. معلش رفتی مادر جان. مادر جان شما مرا دوست میدارید؟ البته دوست میدارم. اکم چی مرا دوست میدارد؟ ثروت ایستو، همراه تقویت میروی. ثروت چی شد به این کودک؟ اپا، ثروت در همه کارهای شده خود را گناهکار می‌سازد. باید او را به روانشناس نشان دهیم. پسری من دیوانه نیست یعقوب. این خیلی گفتنی نبود، اپا به نزد روانشناس همه میروند. مادر اپا رو فهم پسرم، با او آسان نیست. بیا رفتیم نرگس. این طرفش کاری تو کلین جان. نه شما جوان خوب است. تمام حالت خوب است. تشکر شیر، تشکر. من غم نخور، غم نخور، من هستم. تو رو خیلی خوب نگاه میکنم، خیلی خوب نگاه میکنم. من چقدر بی‌عقل بودم میشیم. از تو شبه کرده بودم، اکنون جزایش را دیدم. ببخش. فراموش نکن فکرت. یک عائله رو ویران کردن گناه باشد هم. تو رو از جانم زیادتر دوست میدارم. برای همین تو رو انتخاب کردم، چون که به تو باوری دارم. تو رو هیچ وقت تنها نمیگذارم، تو هم رو تنها نگذار. مالش بیصد من معیوب میمونم. دیگر راه گشته نمیتوان. برای چی این خیل شد؟ چیلی که گفتند آقای هاشم، کسی که خودش میافتد گریه نمیکنه. نه با کجا؟ من با بیرون میبرایم. بله بچه ها، همه اتون میدونید که در مکتب روزهای مهم رو قید میکنیم. یگان بار هفته مولود رو شنیده اید شما؟ شنیده معلمه. کنی کی میگوید؟ کنی کی گفت زمانی؟ روز تولد حضرت پیغمبرمون معلمه. آفرین الف شین. حضرت پیغمبرمون با تقویم امروزه در ماه اپریل تولد شدند. ثروت تو اگر به درس دقت ندهی یگان چیز رو نمیفهمی. التماس ثروت، تو طلبه با عقل هستی. اگر این موضوع رو نفهمی راحت نمیشود. تو هم فعال شو.
مالش میدونم که تو هیچ کس رو نمیرنجونی. همین طور نیم اگر شد گریه میکن. شد بس. بعد از تنفس دوام میدیم بچه ها. در دفترهایتون نام موضوع رو نویسید، فراموش نکنید. چی به من جد بیده؟ باشه رفته با معلم گپ بزنه. اگه با خدا بعد از این قدر حادثه و دکانم را بستم، بحران آمد، بازار استاده است که ضرر دیدم. ضرر. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت شید. و علیکم السلام. امک جان این آدم رو میشناسید؟ ادوکات فایق یلمز. فایق یلمز؟ امک جان پدرم با فایق یلمز چیکار داشت؟ این آدم کی است امک؟ امک جان فایق یلمز کیست؟ او را نمیشناسم. کی میداند پدرت با او چی کار داشت؟ شاید یکان کار تجارتی باشد. مگر همین طور نی؟ بله اکا. تو برای چی آن آدم را میپرسی؟ خیلی مهم است امک، خیلی مهم. شاید همش رو میگوییم. کاردار نشو هاشیم. بیا دیگر سرمان رو در بلا نگذاریم. اگر خواهید با درون درویم خانم رویا. ثروت حالا در نزد آقای مدیر است. او خیلی بچه خوب بود. این جداشوی بچه رو پریشان کرد. شما رو هم رنجاند. یعقوب چرا تو با من این خیلی گپ میزنی؟ یگون چیز شد؟ نه ثروت باید با تو گپ زنم. گوش کن ثروت، تو این خیلی بچه نیستی که این کار رو کنی. میدونم که غم خورده ایستاده ای، لیکن تو در این موضوع نه اولین است نه آخرین، فهمیدی؟ متاسفانه در حیات انسان این خیلی بدبختی ها می شود. عادت کردن از همه بهترین چیز است. با این خیلی رفتارت مادرت رو عذاب نده. خواهش میکنم از تو ثروت. مایلش ثروت نه، با این خیلی گپ ها نمیشود. با او دیگر خیلی باید مناسبت کرد. با او باید در تنهایی گپ زند. معلوم است که درد دارد. بیای آقای دادرتون رو اذیت کردیم. آفرین بچه. خوش آمد. من همراه سربازیان با دوگانه هایم بعد میآیم. مهلش راو جانم. سلام خوش آمدی نرگسی باغ جنت. نرگسی زیبا خوش آمدی. خوش باشه. تشکر استاد یعقوب. سلامت باشید. زنده باش. ثروت پسرم، جانی من، شیرینکی من، پسرکم، بیا به خانه درو، بیا درو به خانه.
اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. آفرین به تو. کنی گریه اینا حق شماست. آفرین به شما. شیرین نکنی بلبل آوازی من. آفرین. گیرید همش رو بگیرید. آفرین. دعاهایتون رو از یاد کردید؟ همش رو از یاد کرده و مگه این کتاب ها رو چه عزیزان؟ از این کتاب شما رو امتحان میکنم. کسی که به سوال ها جواب درستی از توفه میگیرد. شما راضی هستید؟ بله راضی هستیم. اینش از تو بگیر. اینش از تو این هم از تشکر آمد قربان. میدونید بچه این هفته حضرت پیغمبرمون است. هفته مولود. همتون حضرت پیغمبر رو دوست میدارید؟ همین طور نیست؟ دوست داشتن با دانستن زیاد میشود. من گفتنی هستم که شما این کتاب ها را خوانید. من هم از این کتاب سوال تیار میکنم. چی گفتی؟ با سوال ها درست جواب دیم تو فهمیدید آمد قربان. شما چیزی گوید همان میشود. فهما؟ مایلش همانتی قربان. شما تو پاها رو تیار کنید. ما بر امتحانتون نفس تیاری میبینید. مایلش. گوش کن سرما، من خیلی جدی میگویم. خود رو به خطر تیله مده. من حس میکنم که تیمور کسی دارد. تو از کجا میدونی که کسی دارد؟ تو خطا میکنی عمر. تو رو دوست نمیداری. نمیدونم، با من باور کن. حاضر در دستم یگان دلیل ندارم، لیکن فایق یلماس گفتنی یک ادوکت را کشته است. عمر التماس چی گفتنت رو فکر کن. التماس گوش کن، اگر کاری جدی نمیشد آمده با تو نمیگفتم. خب مایلش، تو این رو از کجا میدونی؟ با تو کی گفت؟ سنم. نگب در کجا؟ خانم سنم گفته باشد باور کردن لازم. از گپی او دیده گپی درستری نیست. اگر او گفته باشد پس راست است. سرما، من شوخی نمیکنم. مقصدم کاری کنه رو باد کردن نیست. التماس عمر، فکر کرده گپ زن. سرما، با من باور کن. تیمور خطرناک است. با من باور کن. این رو اثبات میکنم. با نزدیکان فایق یلماس صحبت کردم. آنها با من یک حجتی مهم روان میکنند. همه اش رو میفهمم. التماس، نمیخواهم که تو ضرر بینی. عمر، اگر ضرر دیدنی مرا نخواهی، راهش این نیست. الو، حجت ها رو فرستادم. امروز از بیمارخانه دیر میبرایم. وای، آن رو در دکان یکی حامد گذارید. التماس، خیلی مهم است. بعد آن رو میگیرم. تشکر، سلامت باشید.